سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 31 مارت تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. 400 روز جنگ اوکراین، هزاران قربانی، صد شهر و دهات به خاک یکسان. تعقیب جنایی پرزیدنت سابق امریکا دونالد ترامپ برای علاقه جنسی با یک ستاره فیلم‌های شهوانی. 5 جوگیر را از چچنستان به تاجیکستان اخراج کردند. در ترکمنستان با خرج 5 میلیارد دلار شهر نو می‌سازند، نامش ارکاداک. قلابی با پول 600 تن انگشت و دزدی آیفون 11 در مرشودکه رقم 1 و میمانان از سعودی از میمونوازی جوان تاجیک چنان به وجد آمدند که به اسدالله و همسرش روخت حج عمره تحفه کردند. و اکنون تفصیلات خبرها. 30 مارت سال 2023 از حمله مسلحانه روسیه به خاک اوکراین 400 روز گذشت. بسیاری ها با نتیجه گیری از این جنگ به عقیده بسیاری ها برادرکش می نویسند که در دوام این 400 روز ارتش روسیه نتوانست به هدفهایی که پرزیدنت ولادیمیر پوتین و اطرافیانش میخواستند برسد و ظاهرا مسکو برای مدت طولانی و عمیق در بطلاق جنگ اوکراین در مانده است. حال آن که در روزهای اول گمان بسیاری از طرفداران کرمل این بود که شکست اوکراین چند روز یا چند هفته و دیر یگان ماه خواهد کشید. روز 24 فوریه سال 2022 با بهانه گوی و حمایت از مردم روزبان دنباس، روسیه 24 فوریه سال 2022 با بهانه گوی و حمایت از مردم روزبان دنباس به اوکراین حمله کرد. در هفته‌های اول جنگ ارتش روسیه در حقیقت مناطق زیادی را تحت تصرف خود و حتی برای گرفتن پایتخت اوکراین شهر کیف نیز کوشش نمود. ولی پس از مدت ارتش اوکراین با نمایش مقاومت سخت و غیر چشمداشت توانست نه فقط مانع پیشرفت نیروهای روسیه شود، بلکه به تدریج قسمی از مناطق‌های اشغال کرده را بازپس گرفت و ارتش روسیه را وادار به عقب نشینی نمود. در جریان عملیات جنگی هر دو طرف تلفات کلانی جانی دادند. کمبود نارسایی نظامیان در میدان جنگ روسیه را مجبور نمود است که پس از جنگ جهانی دوم بار اول به بسیج‌کنی نظامیان و یا موبیلیزاسیون رو بیاورد. در ماه سپتامبر سال 2022 پرزیدنت روسیه برای بسیج‌کنی 300,000 نفر فرمان صادر نمود که باعث فرار شمار زیادی از شهروندان روسیه به نقطه‌های مختلف جهان از جمله به کشورهای آسیای میانه، قفقاز، ترکیه و دیگر کشورها گردید. در برابر موبیلیزاسیون شرکت خصوصی حربی واگنر برابری 1 میلیاردر نزدیک به پوتین یوگنی پریگوژن دست به جلب محبوسان برای فرستادن به جنگ زد. بنا به گزارش‌ها شبکه واگنر نوشته شده است که حداقل 30,000 محبوس را از زندان‌های تمام گوشه کنار روسیه به جنگ اوکراین فرستاد. پس از عقب نشینی ارتش دائمی روسیه از خرسون و ناکامی‌های پی در پیش در خط جبهه، زرخریدان واگنر خواستند نیروی خود را در نمایش گذاشته شهر بخموت را از دست ارتش اوکراین بگیرند، ولی به استفاده‌گری سرسختانه نیروهای اوکراین دچار شدند. ارتش روسیه یکجا با زرخریدان واگنر برای اشغال شهر بخموت که از جهت استراتژیکی نه آنقدر ضرور تلاش کرده، بنا به گزارش‌ها تلفات زیاد دادند. طول کشیدن جنگ‌ها برای تصرف بخموت حتی طنزهایی را به وجود آورد که ارتش رقم 2 دنیا یک سال باز یک شهر را گرفتن نمیتواند. در همین حال هفته پیش استخبارات بریتانیا گزارش داد که حمله‌های پی در پی ارتش روسیه برای اشغال بخموت در چند ماه اخیر بی نتیجه و پرتلفات بود و در آخر ناکام شد. بنا به معلومات این منبع نیروهای روسیه ظاهراً به تدریج از قصد تصرف بخموت دست کشیده روی سمت‌های دیگر تمرکز کردند. جانب اوکراین نیز از تلفات زیاد نظامیان خود خبر می‌دهد، ولی تاکید می‌کند که با تمام قمت از بخموت دفاع می‌کند. کارشناسان بر آن نظرند که برای اشغال بخموت و پیشرفت در خط جبهه روسیه به نیروی نظامی علاوگی نیاز دارد. بلومبرگ روز 24 مارت خبر داد که حکومت روسیه نقشه دارد در دوام سال با 400,000 نظامیان حرفه‌ای را به ارتش اضافه کند. پیشتر در ماه دکمبر سال 2022 سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه گفته بود که برای استفاده‌گری نمودن با خطرهای از جانب نیروهای ناتو باید صف ارتش روسیه از 1,150,000 نفر تا به 1.5 میلیون نفر افزایش داد. همچنین وزارت مدافع روسیه محدودیت‌های سنی را نیز از بین برداشت. قبلا تنها شهروندان روسیه که تا 40 سال و خارجی‌هایی که تا 30 سال سن داشتند می توانستند به شکل شرطنامه‌ای
به عوض مبلغ در صف ارتش روسیه خدمت کنند. الکی در آخر ماه مارت در بیش از 40 منطقه روسیه به طور عمومی به شهروندان دعوتنامه حربی فرستاده شده است تا که به کمیساریات‌های حربی در مدت معین شده حاضر شوند. در برابر آن در تمام گوشه و کنار روسیه تبلیغ پیوستن به ارتش به طور جدی به نظر می رسد. در این راه از تلویزیون و رادیو سر کرده تا تبلیغات در سایت های پرنگرافی استفاده شده ایستاده است. روز 24 مارس سال 2023 میدیا زونا و BBC خبر دادند که تا کنون اسم 18033 افسر و عسکر در اوکراین کشته شده روسیه را با نامهایشان مشخص کردند. از جمله تنها در 2 هفته اخیر در اوکراین 1249 بسیج شده کشته شدند، ولی استخبارات امریکا از کشته و زخمی شدن بیش از 227,000 سرباز روسیه از آغاز جنگ ضد اوکراین خبر می‌دهند. آخرین مرتبه ماه سپتامبر سال 2022 وزارت مدافع روسیه هلاکت زیر 6,000 نفر از افسران و عسکرانش را تصدیق کرده بود. جانب اوکراین نیز از تلفات خود آخرین مرتبه ماه دکامبر سال 2022 گفته بود که نزدیک به 13,000 نفرش در رفت جنگ کشته شدند و اما مطبوعات طرفدار کرمل می نویسد که جانب اوکراین تا امروز نزدیک به 257,000 افسر و عسکر خودش را از دست داده است. کارمندان ریاست پرستاوهای جمهوری چچنستان روسیه بر اساس قرارهای دادگاه 5 تن از زادگان تاجیکستان را برای ویران کردن قانونهای مهاجرت اخراج کردند. در این باره روز 3 مارس سال 2023 با تکیه به خدمات پرستاوها خبرگزاری چچنیا سوانیا خبر داد. بنا به اطلاع پرستاوها این شهروندان خارجی مدت طولانی در شهرهای گروزنی پایتخت چچنستان بدون ثبت نام زندگی می‌کردند. مهاجران غیر قانونی را در جریان ریدهای پلیس معاین و دستگیر کردند. دادگاه آنها را بر اساس قسم 1 ماده 18 کودکس قانونشکنی‌های ماموری روسیه گناهکار دانسته هر کدام را به مبلغ 2000 روبل جریمه بست و حکم بیرون کردنشان از قلمرو روسیه را برآورد. خبر دادند در اداره پرستاوها اجرای حکم اخراج این مهاجران را به پرستاوها واگذار کردند. در پی تهیه اسناد لازم پرستاوهای مسئول اجرای قرارهای دادگاهی خارجیان قانونشکن را به فرودگاه‌های دمدید و شهر مسکو برده و آنها را به وطنشان پس فرستادند. طبق قانون مهاجران اخراج شده برای 5 سال آینده از حق ورود به قلمرو روسیه محروم گردیدند. خبر داده است ریاست پرستاوهای چچنستان به چچنستان و دیگر جمهوری‌های ولایت‌های منطقه قفقاز شمالی روسیه از تاجیکستان و ازبکستان برای مردکاری اساساً لولی‌ها یا جوگی‌ها می‌روند. اکثر آنها با زنان و فرزندان خود به روسیه می‌روند و آنجا نیز اساساً به طلبندگی مشغول می‌شوند. مقامات حفظ حقوق جمهوری‌های قفقاز شمالی روسیه پیوسته به ضد لولی‌های آسیای مرکزی با اتهام به طلبندگی وارد کردن فرزندان نابالغشان پرونده می‌گشایند و آنها را به جوابگری می‌کشانند. دونالد ترامپ نخستین پرزیدنت سابق امریکاست که به ضدش پرونده جنایتی گشودند. روز 3 مارس سال 2023 هیئت حکمان دادگاه منطقه منهتن شهر نیویورک از افتتاح پرونده به ضد ترامپ پشتیبانی کرد. دفتر دادستان حوزه منهتن الونبرگ که ماه ینور هیئت حکمان را برای به جوابگری جنایتی کشاندن ترامپ دعوت کرده بود، در اظهاراتش گفت شام امروز ما با ادوکات جناب ترامپ در تماس شدیم تا مسئله خود را به دادستان منهتن سپردن او و احضار من بعدش به دادگاه مصلحت کنیم. دادستانی درباره پرونده ضد ترامپ تفصیلات دیگر نداد. این مربوط به یکی از چندین تفتیش اعمال ترامپ بوده. سخن درباره سکوتش پول دادن ترامپ به ستاره فیلم‌های شعبانی با تخلص استرومی دانیلز یا استفانی کلیفورد می‌رود. بر اساس مواد پرونده قبل از انتخابات سال 2012 ترامپ به واسطه ادوکاتش به استرومی دانیلز $130,000 داده است تا که او درباره علاقه جنسی 10 سال از آن پیش آنها در یگان جا حرف نزند. به سر خود این پرداخت ضد قانونی نیست، ولی ترامپ و ادوکاتش این را همچون پرداخت حق خدمت رسانی‌های حقوقی ادوکات حجت کردند. این ساخته‌کاری سندهای حساباتی به شمار می‌رود و جوابگری جنایی را به دنبال دارد. ادوکات مایکل کوین سال 2018 برای به 3 سال زندان محکوم شد، ولی به ضد ترامپ که آن وقت پرزیدنت بود یگان عیبنامه رسمی اعلان نشده بود. دانیلز درباره علاقه جنسیش با ترامپ سال 2011 به ژورنالیستان نقل کرده بود
ولی ترامپ علاقه جنسی داشتنش با این ستاره فیلم‌های شبانه را قطعاً رد می‌کند. ترامپ که در ایالت فلوریدا به سر میبرد، طبق قانون باید به دادگاه نیویورک بیاید و دادگاه به احتمال غالب او را به حبس خواهد گرفت. تلویزیون امریکایی CBS با تکیه به ادوکات‌های ترامپ خبر داد که به احتمال غالب ترامپ هفته آینده خود را به دادستانی تسلیم می‌کند. ادوکات ترامپ سیوزن نیچلز به چندین نشریه گفته است که پرزیدنت سابق غالباً روز سه‌شنبه 4 اپریل به دادگاه آزاد می شود. دونالد ترامپ در یک اظهارات به اشاره به نماینده حزب دموکرات بودن دادستان منهتن ایون بریک گفت که او به جای بایدن کارهای سیاه را انجام داده ایستاده است. اما رئیس مجلس نمایندگان کیوین مکریکی جمهوری‌خواه وعده داده است که به ضد دادستان بریک تحقیقات پارلمانی را شروع می کند. او به جوابگری جنایتی کشیدن ترامپ را انتقام از رقیب سیاسی نامید. ماجرای استرومی دنیلز می تواند به نقشه ترامپ برای اشتراک در انتخابات آینده پرزیدنتی امریکا تاثیر گذارد. بر اساس نظرخواهی هفته پیش در بین اعضای حزب جمهوری‌خواه امریکا انجام داده خبرگزاری رویترز 44% پرسیده شدگان گفتند که اگر به ضد ترامپ پرونده گشایند او باید از شرکت در انتخابات دست بکشد. مقامات ترکمنستان از بودجه این کشور برای ساختن مرکز نو ولایت اخل شهر ارکادک که به شرف پرزیدنت قبلی و رئیس کنونی مصلحتی خلقی پالاتای بالای پارلمان قربانگلی بردومامدوف چنان نامگذاری شده است قریب 5 میلیارد دلار خرج خواهند کرد. شبکه فرانسوی فرانسه 24 از قبل رئیس کمیته دولتی ساختمان ترکمنستان دیارگلدی اورازوف خبر داد که برای مرحله اول ساختمان شهر ارکادک 3.3 میلیارد دلار صرف می شود و برای دوره دومش باز تقریبا 1.5 میلیارد، ولی حجم انیق بعد اعلان تندر برای مرحله دوم معلوم خواهد شد. گفته است این منصبدار ترکمن نشریه خرونیک ترکمنستان که در خارج نشر می شود حساب کرده است که مقامات ترکمنستان تنها برای خریداری مسئله ساختمانی از خارج 2 میلیارد و 760 میلیون دلار خرج کردند. ساختمان مرکز نو ولایت اخل ماه اپریل سال 2019 آغاز یافت. ماه دکمبر سال 2022 مجلس پالاتای پایانی پارلمان ترکمنستان با در نظر داشت خواهش‌های ساکنان ولایت اخل و دیگر ولایت‌های جمهوری و همچنین با پیشنهاد سازمان‌های جمعیتی قرار کرد که این شهر به شرف پرزیدنت قبلی ارکادک نامگذاری شود. قربانگلی بردیمامدوف که 65 سال دارد از سال 2007 تا 2022 طی 15 سال رئیس جمهور ترکمنستان. این جمهوری سرشار از منابع نفت و گاز سابق شوروی آسیای مرکزی با بیش از 6 میلیون اهالی بود. در اول سال 2022 او به صورت ناگهانی با اظهار اینکه خسته شده است و باید به جوانان راه گشاد کرسی پرزیدنتی را به پسرش سردار داد و خود به کرسی رئیس پالاتای بالای پارلمان نشست. ولی ناظران امور میگویند سردار بردیمامدوف تنها به نام پرزیدنت است و در اصل کشور را همچنان خود بردیمامدوف کلانی رهبری میکند. به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر ترسونزاده با عریضه مرد 45 ساله ساکن شهر اظهار مراجعت نموده است که ماه ینور سال 2021 مرد 42 ساله ساکن شهر ترسونزاده با راه فریب به باوریش در آمده از او 600 تن محصولات سوزشواری انگشت را به مبلغ 570,000 سومونی گرفته. از این مبلغ 170,000 سومونیش را داده 400,000 سومونیش را به منفعت شخصی خود صرف نموده است. همچنین از جانب کارمندان میلیسیا نسبت به مرد 37 ساله ساکن شهر اصفهان پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده است که او ماه اکتبر سال 2022 با راه فریب به باوری مرد 45 ساله ساکن شهر اصفهان در اومده با بهانه به صاحبکاری مشغول شدنش اتومبیل تمغه مرسدس بنز را به مبلغ 165,000 سومونی به طریق نسیه گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. از روی حادثه‌های مذکور تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله یک در ناحیه فردوسی عریضه جوانزن 21 ساله ساکن ناحیه رودکی وارد گردیده است که 23 فوریه سال 2023 تقریبا ساعت 13:20 در داخل خسر مسافرکشانی رقم 1 در نزد بازار کاروان شهر دوشنبه شخصان نامعلوم با روی پنهانی از زمیانش یک عدد تلفن موبیلی تمغه آیفون 11 را دزدیده از جای حادثه غیب شدند. ضرر رسانده شده 6,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا
مرد 36 ساله ساکن پایتخت با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. او به این حادثه تفتیشاتی ادامه دارد. خبرنگار عربی فیصل عبدالکریم با نشر یک ویدیو در توییتر خبر داد که یک هیئت رسمی از عربستان سعودی از مهمان‌نوازی یک جوان تاجیک کوهستان با نام اسدالله آنچنان به وجد آمدند برای او و همسرش راحت‌ها باج عمره تحفه کردند. این هیئت با شمول سفیر عربستان سعودی در تاجیکستان و رهبر یکی از صندوق‌های کمک‌های خیریه به نام ملک سلمان برای تقسیم کمک‌ها به مناطق ضرر دیده روان شدند. در راه وقتی رسیدن شام یک جوان کاملا ناشناس با نام اسدالله آنها را در راه دیده برای افطار به منزل خود دعوت کرده است. مهمانان این دعوت را پذیرفته در خانه اسدالله روزه‌شان را گشودند. در نوار دیده می شود که اسدالله برای مهمانان در باغ اولیش قالین و کرپچه پرتافته دسترخوان افطار گسترده است. مهمان نوازی این جوان آنچنان به مهمانان از سعودی خوش آمد که سفیر عربستان سعودی گفت آماده است برای رفتن او باج عمره مساعدت کند. اسدالله این تحفه را پذیرفت و گفت دلش می‌خواست که همراه همسرش به حج برود. رهبر صندوق کمک‌های خیریه به نام ملک سلمان به نوبت خود گفت که آماده است خرج سفر حج هم اسدالله و هم همسر او را به دوش بگیرد. در نوار دیده می شود که اسدالله از این تحفه غیر انتظار خیلی شاد شده دست پیش بر به مهمانان عرض سپاس می کند. مهمانان با 3 فرزند اسدالله نیز همصحبت شدند و از آنها پرسیدند که پدر و مادرشان از سفر حج برایشان چه تحفه بیارند. پسر کلانی اسدالله که یگان 8 سال داشت گفت میخواد برایش از مکه جای نماز بیارند. این پاسخ او مهمانان بلندپایه از سعودی را دیگر باره به وجد آورد و آنها برای این طفل کف گفتند. مهمان نوازی از ویژگی‌های خاص مردم تاجیکستان است که قریب همه آنهایی که از تاجیکستان دیدن میکنند از این صفت این مردم تفسیر میکنند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.